بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، توحید اولین امر در کتاب الله تعالی است. وقتی که قرآن کریم را میکشاید، اولین سوره فاتحه است. عبارت از 7 آیت است. در این 7 آیت یگان امر پروردگار نیست، همه خبر است. و وقتی که سوره بقره 20 آیت آن را تلاوت میکنید، اینجا همه خبر است. چون کلام، سخن، در نزد علمای متکلمین، اصولیین، لغویین، اهل معانی و علمای بلاغت بر دو قسم تقسیم می شود. کلام بر دو قسم تقسیم می شود: خبر و انشا. خبر می شود خبری زمان گذشته و خبری زمان آینده. اولین امر، اولین سفارش الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم، این امر به یگانه پرستش کردن الله سبحانه و تعالی است. در سوره بقره آیت 21 الله سبحانه و تعالی فرمان می دهد: یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای انسان ها، ای مردم، پروردگارتان را یکه و یگانه پرستش بکنید. آن پروردگاری که شما را آفرید و آنهایی که پیش از شما زندگی کردن آنها را آفرید تا اینکه تقوادار و پرهیزگار باشید. شیخ الاسلام رحمت الله علیه در کتاب الفتاوی الکبری گفتند: والخطاب لجمیع الناس. این خطاب پروردگار برای تمام انسان ها هست، چون پروردگار خطابش را با قول یا ایها الناس شروع کرد. ای مردم گفت، ای انسان ها گفت. چون بعضی مفسره ها گفتند که مقصد از این انسان ها اهل مکه است گفتند. بعضی ها گفتند یهودا و نصارا هست. بعضی ها گفتند منافقین هست. لیکن این عام است، تمام انسانیت را در بر میگیرد. بنابراین ابن القیم رحمت الله علیه در کتاب الصواعق المرسله گفتند که عادت شخصان بزرگ که سخنرانی میکنند، آنها در سخنرانی خود لفظهای عموم را استفاده میبرند نسبت به لفظهای خصوص، تا اینکه خطاب آنها شامل بسیار شخصیت ها باشد. و هر وقتا که در زیر خطاب سخن کننده شخصیت های زیاد شامل و داخل شود، این دلالت به بزرگی کلام و بزرگی سخن کننده می کند. پس بزرگی و جلالت قول الله سبحانه و تعالی در قولش ای انسان ها پرستش بکنید پروردگارتان را، ببینید از سخن ای اهل مکه. اهل مکه شاید هزارها نفر باشد، لیکن وقتی که ای انسان ها گفت، در یک عصر 7 میلیارد 8 میلیارد انسان زندگی دارد. این خطاب 1400 سال پیشتر در مکه نازل شد. ای انسان ها، میلیاردها تریلیاردها انسان ها را تا قیامت شاید بیلیاردها انسان ها را این آیت در بر گیرد. بنابراین هر چقدر خطاب با لفظ کوتاه و مختصر باشد، لیکن شخصیت های زیاد را در بر گیرد و معناهای پرمحتوا داشته باشد، این دلالت به بزرگی آن سخن و به بزرگی آن سخن کننده می کند که واقعا یگان کتابی نیست، حتی در بین کتاب هایی که از آسمان نازل شده است، مثل قرآن که در لفظهای کوتاه معناهای بزرگ و بسیار را در بر گرفته باشد. کسی که تدبر کند لفظهای قرآن و معناهای قرآن را، به این شهادت میده. چون به این معنا دشمنان قرآن، دشمنان اسلام شهادت دادند و به بزرگی قرآن دشمنان قرآن اعتراف کردند. ابن جریر طبری امام مفسرها
رحمت الله علیه گفتند و کان ابن عباس رضی الله عنهما یقول فی معنى اعبدوا ربکم وحدوا ربکم. ابن عباس رضی الله عنهما در تفسیر اعبدوا ربکم عبادت کنید پروردگار را میگفتند وحدوا ربکم یعنی یکه و یگانه پرستش کنید پروردگارتان را. معنای اعبدوا ربکم وحدوا ربکم طاعت و عبادت را تنها برای پروردگارتان الله ادا کنید نه برای غیر او. بنابراین این اولین سپارش پروردگار، اولین فرمان پروردگار در قرآن کریم امر به توحید است که دلالت به بزرگی توحید میکند که اولین فرمانهای پروردگار زیاد است، امرهای پروردگار بیعدد است. به چقدر عملها الله تعالی بندگانش را امر کرده است، فرمان داده است، لیکن اولین امر او به توحید است، به یگانه پرستش کردن الله است. این دلالت به بزرگی و اهمیت توحید میکند. چطوری که در درس گذشته برای شما یکی از فضیلت‌های توحید را بیان کردیم که آن هم اولین فرض است، اولین چیزی که به انسانیت فرض است دانستنش و عمل کردنش حتمی و ضروری است برای تمام انسانها، معرفت پروردگار است، شناختن پروردگار است. و در درس امروزه اولین امر پروردگار هم توحید است. شیخ الاسلام رحمت الله علیه در کتاب الرد علی الاخناء گفتند که و دین الحق دین الاسلام، دین حق دین اسلام است که محتوای دین اسلام عبادت الله وحده لا شریک له، عبادت کردن یکه و یگانه الله که او شریک ندارد. که مضمون این آیت و این امر پروردگار این است اعبدوا ربکم، یعنی الله تعالی را یگانه پرستش بکنید. در اینجا الله تعالی یادآوری کرد که شما پروردگارتان را عبادت کنید، اون پروردگاری که شما را آفرید. گفت واقعا ذاتی که ما را آفرید او هست سزاوار عبادت. این چونین آنهایی که از ما پیشتر زندگی کردند گذشتگان ما را نیز در این آیت خاطر رسان کرد. و قول اسماعیل حقی که در تفسیر روح البیانشان میگویند در اینجا تذکر میدهد الله تعالی گذشتگان ما را که آنها هم پیش از ما به دنیا آمدند، در این دنیا زندگی کردند و از این دنیا وفات کردند. پس بازگشت آنها به کجا بود؟ ما با وقتی که آنها را فکر میکنیم بازگشت آنها را، باید بازگشت خود را نیز به خاطر آریم که به نزد الله است. بنابراین باید از نزد او آمدیم، یعنی او ما را آفرید و بازگشت ما به سوی الله تعالی هست. باید ما در عبادت او را تنها پرستش بکنیم. در آخر آیت الله تعالی مقصود از آفرینش را بیان کرد. لعلکم تتقون گفت. الله تعالی شما را و آنهایی که پیش از شما زندگی کردن آفرید تا اینکه شما شخصیت‌های با تقوا باشید. گفت تقوادار باشید، پرهیزگار باشید. گفت لعل خیلی که ابوالفرج ابن الجوزی در تفسیر زاد المسیر فی علم تفسیر گفتند دو قول هست در معنای لعل، یکی ترجی یعنی به معنای شاید و یکی به معنای کی یعنی تا اینکه. اما در کلام الله سبحانه و تعالی لعل به معنای کی می آید نه به معنای شاید. لعلکم تتقون یعنی الله تعالی شما را آفرید تا اینکه شما شخصیت های پرهیزگار و با تقوای خدا ترس باشید. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.